اون لحظه سنگین و پر از غمو میشناسی؟ همون وقتی که آدم حس میکنه اگه یه نفر رو از دست بده انگار زندگیش تموم میشه. یه آدمی که خیلی دوستش داشتی یا خیلی بهش عادت کردی و تو خیلی از کارهای زندگیت بهش تکیه میکردی. مثلا یه زنی که همه خوشحالیش رو کامل به شوهرش گره زده، یا یه دختری که فکر میکنه سرنوشتش دست پدرشه، یا یه پسری که خیال میکنه پدر و مادرش همه دنیای اونن و اگه اونا رو از دست بده انگار زندگی هم تموم میشه. وقتی آدم خوشبختی، آینده، موفقیت یا حتی بیرون اومدن از مشکلات رو به یه نفر یا یه چیز گره بزنه، مثلا به یه آدم، یه گروه، یه کشور، یه سرزمین یا حتی یه شغل، اینجور وابستگی ها بعضی وقتا زندگی آدمو تلخ و سخت میکنن. حتی گاهی میتونن باعث نابودی یه جمع، یه جامعه یا حتی سقوط یه ملت بشن. یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخی که میشه برای این موضوع مثال زد، یه اتفاق خیلی بزرگ و تکان دهنده بود و اون چیزی نبود جز وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی پیامبر از دنیا رفت، این اتفاق برای مسلمان‌ها بزرگترین مصیبت بود. سنگین‌ترین فاجعه‌ای که تا اون موقع تجربه کرده بودن. مسلمان‌ها کاملاً به هم ریختن. بعضی از شدت شوک حتی نمیتونستن از جاشون بلند شن. بعضیا زبونشون بند اومده بود و نمیتونستن حرف بزنن و بعضیا هم اصلا باور نمیکردن که پیامبر از دنیا رفته باشه. شوک اونقدر بزرگ بود که مرگ پیامبر رو کاملاً انکار میکردن. عمر ابن خطاب رضی الله عنه بلند شد و گفت بعضی از منافق‌ها میگن پیامبر از دنیا رفته، اما پیامبر نمرده. اون فقط پیش پروردگارش رفته، همونطور که موسی رفت و مدتی از قومش دور شد و بعد دوباره برگشت. به خدا قسم پیامبرم برمیگرده. اینها حرفایی بود که عمر رضی الله عنه میگفت توی اون لحظه خیلی سخت. مردم گیج شده بودن و نمیدونستن باید چی کار کنن. در همین وقت ابوبکر با اسبش رسید، پیاده شد و وارد مسجد شد. بدون اینکه با مردم حرفی بزنه، مستقیم رفت سمت خونه عایشه، همون جایی که پیامبر اونجا بود. پارچه رو از روی صورت پیامبر کنار زد. بعد خم شد و پیامبر رو بوسید. اشک‌های داغ از صورت ابوبکر سرازیر شد، چون داشت با عزیزترین آدم زندگیش خداحافظی می‌کرد. بعد آروم گفت پدر و مادرم فدای تو. خدا دوبار مرگو برای تو جمع نمی‌کنه. اون مرگی که برات نوشته شده بود، همونو تجربه کردی. بعد با یه آرامش عجیب از خونه بیرون اومد. آرامشی که واقعا شایسته بهترین فرد امت بعد از پیامبر بود. دید عمر هنوز با هیجان داره با مردم حرف میزنه و مردم هم دورش جمع شدن. ته دل خیلیا دوست داشتن حرفای عمر درست باشه و پیامبر دوباره برگرده. ابوبکر صدیق با آرامش گفت عمر بشین. اما عمر از شدت شوک اصلا توجهی نکرد. این بار مردم دور ابوبکر جمع شدن. همه منتظر بودن ببینن چی میخواد بگه. ابوبکر صدیق اول خدا را ستایش کرد. بعد گفت ای مردم، هر کس محمد رو میپرستیده بدونه که محمد از دنیا رفته، اما هر کس خدا رو میپرسته بدونه که خدا زنده است و هرگز نمیمیره. بعد این آیه رو خوند. محمد فقط فرستاده خداست، قبل از او هم پیامبران زیادی آمدند و رفتند. اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به عقب برمیگردید؟ و هر کس به عقب برگردد هیچ ضرری به خدا نمیزند و خداوند شکرگزاران را پاداش میدهد. وقتی مردم این آیه رو شنیدن، انگار تازه به خودشون اومدن و شروع کردن به گریه شدید. این آیه به گوش عمر فاروق هم رسید. عمر بعدها گفت به خدا قسم، همین که شنیدم ابوبکر این آیه رو خوند، فهمیدم که این حقیقته. اونقدر شوکه شدم که با هم دیگه توان نگه داشتنمو نداشت و روی زمین افتادم و فهمیدم که پیامبر واقعا از دنیا رفته. پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، اما خدا به خاطر استواری ابوبکر رضی الله عنه کل امت رو ثابت نگه داشت و این یکی از بزرگترین خوبی‌های ابوبکر بود. خدا ازش راضی باشه. از دست دادن پیامبر برای صحابه یه اتفاق خیلی بزرگ و تکان دهنده بود. پیامبر باشون زندگی کرده بود و اونا کاملا به بودنش عادت کرده بودن. توی هر نماز می‌دیدنش، توی هر جمعه، توی تشییع جنازه‌ها، میومد به عیادت مریضان، براشون دعا می‌کرد و حتی به خونه‌هاشون سر می‌زد. صحابه پیامبر رو جوری دوست داشتن که هیچ کس دیگر رو اونطور دوست نداشتن. حتی از بچه‌هاشون بیشتر، از پدر و مادرشون بیشتر، از همسرشون بیشتر، از قبیلهشون بیشتر، از مال و سرزمینشون بیشتر، بلکه حتی از جون خودشون هم بیشتر. تا جایی که یه صحابی حاضر بود خودش بمیره اما حتی یه خار به پای پیامبر فرو نره. صحابه توی چنین خوشبختی زندگی می‌کردن. خوشبختی که تاریخ نه قبلش رو دیده نه بعدش رو. اما یه دفعه خبر رسید پیامبر از دنیا رفته. دلهاشون تیکه تیکه شد. حتی عقل خیلی از مردای قوی هم از کار افتاد. اما اینجا یه سوال مهم پیش میاد. چه کسی از همه بیشتر پیامبر رو دوست داشت؟ مگه ابوبکر نبود؟ به نظر خیلی از ما
چه کسی بیشتر از همه باید گریه می‌کرد؟ بیشتر از همه غمگین می‌شد و از شدت شوک از حال می‌رفت. مگه ابوبکر نبود؟ پس چرا ابوبکر اینطور نشد؟ چرا انقدر محکم و آروم بود؟ جوابش خیلی ساده است. چون ابوبکر سرنوشت خودش و سرنوشت این دینو به سرنوشت پیامبر گره نزده بود که اگه پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه یا نباشه، پس این دین هم تموم میشه و کار مسلمون‌ها هم به آخر میرسه. نه، ابوبکر سرنوشتش رو به خدای این دین گره زده بود، به خدایی که باقیه و از بین نمیره، به خدایی که زنده است و هیچ وقت نمیمیره، همون خدایی که حکم کرده این دین باقی بمونه و تا روز قیامت برتری داشته باشه. محکم بودن ابوبکر و فهمی که از اراده خدا داشت در واقع باعث شد کل امت نجات پیدا کنه و این دین باقی بمونه. حتی باعث شد فکرها و روحها هم آزاد بشن. این یه درس خیلی بزرگ بود، درسی که صحابه ازش یاد گرفتن و بعد از اون حرکت کردن، زمینها رو فتح کردن، کشورها رو آزاد کردن و حتی فکر مردم رو هم آزاد کردن. فقط حدود 25 سال گذشت و اسبهای مسلمان‌ها به سرزمین‌های کسری رسید و به سرزمین‌های قیصر. هر وقت یکی از بزرگاشون از دنیا میرفت، یه بزرگ دیگه جاشو میگرفت، چون اونا سرنوشتشون رو به یه آدم گره نزده بودن، نه دعوتشون رو به زندگی یه نفر و نه به مرگش. و هر ضعفی که بعد از اون تا امروز به امت رسیده، یکی از مهمترین دلیلاش این بوده که این فهم از بین رفته و مردم سرنوشتشون رو به یه رهبر گره زدن، یا یه نجات دهنده یا یه قهرمان. و نتیجه چی شد؟ ضعف، خاری و ذلت. گره زدن سرنوشت فقط به آدم‌ها نیست، تو خیلی چیزای دیگه زندگی هم هست. بعضیا سرنوشتشون رو به یه کشور گره میزنن، یا یه گروه، یا یه جمع، یا حتی یه نفر و کم کم باور میکنن که خوشبختیشون وابسته به اوناست و به رضایت اونها. برای همین وقتی اونا رو از دست بدن یا ازشون ناراضی بشن، دچار شوک میشن و کامل فرو میریزن. اما کسی که این حقیقت رو بفهمه، معنای زندگی رو بهتر میفهمه دنیا چطور کار میکنه، میفهمه موندن چیه، رفتن چیه، دیدار چیه و جدایی یعنی چی. چون این آدمی متعادل‌تر میشه، دیدش عمیق‌تر میشه، حال رو میفهمه، برای آینده هم فکر میکنه، توکلش به خدا قوی‌تر میشه و وقتی سختی میاد محکم میسته. نه یه شغل اسیرش میکنه، نه یه سرزمین محدودش میکنه، نه یه قدرت میتونه برداشت کنه و نه یه مصیبت میتونه زمینگیرش کنه. پس دلت رو از وابستگی به آدم‌ها خالی کن و بذار خدا نور زندگیت باشه. چون کسی که خدا رو داشته باشه واقعا چی رو از دست داده و کسی که خدا رو از دست بده واقعا چی به دست آورده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.